این پس نامت مظفر نیو میرزا. گوش کن میرزا، وقت یک وظیفه میدیم پسرم، آن را اجرا میکنی وگرنه پدر و مادرت را میکشم. دیدی اولتان را نابود میکنم. فهمیدی؟ کاری باید نکنم کماندو. حاضر دویده به دهه آبی کلان میروی. از بنگاه تیمی دکتر را یافته میگویی که پدرم بیمار است، در حال مرگ است و زود دکتر را گرفته به اینجا میاری. فهمه؟ به اینجا گرفته میاری. خوب شد از کماندون. خب به دکتر در اینجا بودنی مرا نمیگویی. اگر گویی که سینان در خانه امان است اولت را نابود میکنم. فهمیدی؟ نابود میکنم. مرا فهمیدی؟ نمیگویم کماندون. آفرین به تو. آفرین میرزا. کنی رو زود رو زودتر. با کدام راه آمدنی کریم را میدونم؟ او همه وقت با روی ده قزل کیا میآید. خوش باشی یولماس. در نزدی مرال پاسبان بلا شد. دمیر همونجاست. بیاید رفتیم. زود باشید. خب بایدش رفتیم. سلاحتان آقای دکتر. طاهر شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. نپرونید. چی میکشانی؟ دارو. به دهه آبی کلا میروی؟ بله به همانجا. آدمی که سینان گفته بود همین است. پس را با ما میروی؟ من چی گناه کردم؟ راگا زودتر. زود باش. پس را با او گپ زدید خلا جان؟ نه دخترم برات نیست. یلماس فواد حامید همه‌شون برای آوردن داروها رفتند. من اکنون چیکار میکنم؟ دیلا این طرف نکن و خیر. خودت رو عذاب نده. یک سال فهمد بعد چی دنیا به آخر نمیرسد. این طور نگویید خلا جان. من دیگر برویش نگاه کردن نمیتوانم. آقای دکتر در کجاین؟ با آقای دکتر چیکار داری؟ چرا گریه میکنی پسرم؟ بیماری؟ نه پدرم بیمار است. اگر آقای دکتر نروند او میمیرد. شد گریه نکن. خونه در کجاست؟ خونه همون در نزدیکی دهه دمیرکتی است. کار برگشتن آقای طاهر معلوم نیست. من خودم میروم. وقتی که آقای طاهر برگشتن به آنجا که رسید. خوب است. رفتیم. زودتر ایتین زودتر. آماده است سینا. نه اوزون زن رو با بیرون برار. اطاعت سینا. بیرون برار. در اینجا خواب کن. در دلش بامباز. در اینجا خواب کن احمق. خواهش میکنم سینان، من زن و فرزند دارم، رحم کن. یا خواب میکنی یا جسدت را با بالایش میگذارم. دکتر بلید، دکتر رزیل. بیا زودتر. راگر زودتر.
ایستید. سلاحتان را پرداخته تسلیم شوید. نپرونید. نترس، من دکتر دههای آبی کلانم. بیا رفتیم. آقای دکتر، آقای دکتر، چی شد؟ چی شد الدو؟ چی واقعه؟ با من بیاید آقای دکتر، با من بیاید. بخیر است. رفتیم. راه گردید. زودتر. نگاه کنید. اینها ورقه های انتخاباتی کدام دهه باشه؟ حتما از دهه گرد و اطراف است. بینید در انتخابات چطور رواج جمع کردند. رفتیم. سلاح رو در همینجا پنهان میکنم، چون که من هم محافظم. حتی پدرم خبردار نمیشوند. اما منو قزبانی قهرمان میگویند. اینجا میگذارم. ای اینها چی باشنده؟ کزبان در کجایی؟ کزبان آمدم. اینها چیان پدر؟ تو اینها رو از کجا یافتی؟ بامده. یعنی رئیسیتان هم با هیلم نیرنگ بوده است؟ خاموشیتون بامده گفتم. و من گوش کنید پدر، اگر یک باری دیگر یکم کاری خطایتون رو بینم، اگر زنیت هم کشت هم، مرد با آقای دکتر میگویم. با دکتر میگفته است دختری بیاخد اقرام به کسی خواهی گفتن گیر. همین که دختر رو از جایش به جا کرد، هر دیشون هم پاره پاره میشوند سینم. اکنون آمدن دکتر را انتظار میشه میتین. باز چقدر راه مونده است؟ قریب رسیدیم اپا. میویان سینون یک طرف است. خونتون همین است؟ بله اپا، همین است. بلا زند دکتر در کجا باشد؟ و جای دختر هم شیره اومده. حاضر دیوانم میشم میتین. مادر، پدر، پدر، اماک؟ خدا شفا دهد. چه شکایت دارید؟ بیاید در آنجا گذارید. در اینجا. در بالایش گذار. یگان نخشی روی نداد پسرم؟ نه مادر جان، داروها رو گرفته آمده. خدا را شکر، بیماران صحت می شود. دلا در کجاست؟ خوب شرف میدهد تقدیم میکند. بیمار شده از آنجا رفت. تو هم رفت. با فکرم بیماریش وزنین است.
چه گفتنتون رو نفهمیدم. مادر شما رو کی بست؟ باز کی نشد؟ یعنی مرگ نصیب تو بوده است. جیره دارو همشیره را گیر تا برید او را از اینجا برد. سردیه برا مادر رو برا سردیه خاموش از من چی میخواه؟ خاموش از فایده نیست اجازت ده رو پرونم. مگر این طور می شود ایتین دکتر برای همشیره می آید بر او را اوزون زودتر سینان زن و فرزانش رو رها کرده نشد چی شده است؟ در بالای بمب است. بگذار ایستاد ایتین خودش کوشش نمودن نجات می یابد. راه گرد زودتر باش زود باشد می رویم. رابط از اینجا زودتر رابط من خودم رو نجات میدم. رابط زودتر مادر جون پدر تو خوب هستی؟ خوبم نترس همینجا انتظار شو همینجا ایست. کوشش نکن دکتر. به من گوش کن. سلاح دارم به تو دام گذاشته بودند لیکن بعدم همشیره افتاد. از تو یک خواهش دارم. این کودک پسر من نیست. 5 سال قبل هنگامی از سلاح دارم گریختن او را از کوه یافتم. وقتی دیدم که خودش تنهاست به صاحب نماند بوده او را گرفته به خانه آوردم. تو ماری در گردنم بوده یگانه نشانه است که از کودک مانده است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پدر سینان برای کارهای کرده جواب میدی. گذر را گرد. با من گوش کن. این را گرفته به دکتر بر را زود باش. تا آمدن دکتر همینجا مهمان میشوی همشیره. از ما چی میخواهی؟ دستان چرکینت را از تنم گیر. به خدا راست میگوی همشیره. در کو آب نداریم که
دستانم را شویم. کن اینجا بیا شیره. کلان کف شده ای، رویت هم زیباتر شده است. خیز با دختر بازی کرده نیست، کارهایمان زیاد است سینام. خب خوش رو یکم. دختران نزدکت پاسبانی کن، در را محکم کن. بیتوات سینام. چی شد؟ خوش رو یکم میگویی یا اینکه به همشیره عاشق شده ای؟ رشم میکنی ایتین؟ در پیش چشمی آدمانمون چی کار میکنی سینام؟ سینام! سینام! دون میزنی و شما چه شد؟ چه حوال است؟ داروها رو گرفته می اومدیم، لیکن دکتر و محافظان و ما هجوم کردن. آنها رو با درون دراره. برید من از دکتر برید. برید این بهونرها را برید. کمان دکتر، کماند. بیا مرال، مادرت تو را دیدن میخواهد. دخترم اومدی ها؟ میدونستم نبیره هایم هم می آید، لیکن تو با نیتی بد آمدی. من تو را دیگر خیلی انتظار بودم، تو باشی سلاح به دست آمدی. مرام، سلاحت را یک سو گذاشته به خانه نزد مادرت برگرد. ما به تو کمک میکنیم، دولت هم تو را عفو میکند. دیگر خطاهای کردت را تکرار نکن. سربازان شوهر و فرزندانم را کشتند، از آنها انتقام میگیرم. باور نمیکنم این کاری سربازان نیست. نبیره های من نمرده‌اند، روزی البته به نزدم برمیگردند، لیکن تشکیلاتی گفتند بعدی همان هجوم کرد، خیش نزدیکانمان را هلاک نمود، خورد و کلان نگفته همه‌شان را به قتل رساند. این کارشون خطاست، اما به این نه تشکیلات بلکه سینان گناهکار. یک کماندا کاری خطا کرد گفته از دعوایم دست نمیکشم. طاهر چی شد پسرم؟ تشکیلات با من دام گذاشتن. چی؟ لیکن بدام دلا چی؟ دلا گفتی؟ آخ بر تو چی هم میگویی پسرم؟ آقای دکتر، یک سلاح دار رو دستگیر کردیم. رفتیم. من تنها میامرم. آنها چی میخواهند طاهر؟ به عوض دلا مرا میخواهد. اگر تو بگو در قرارگاه بادی ما را نشوم، سینان دلا را به خطر برسد. این نام شما چه کار میکنید؟ یولو صبر کن. رفته با سینان گوی که به دلا نرسد. من میروم. چی کار میکنیم طاهر؟ نمیدانم یولماس، نمیدانم. تو چی نام داری؟ مظفر. مرال، به کجا می روی دخترم؟ مرال نرا دخترم. چی را انتظاریم؟ بیاید رفته به قرارگاهشان هجوم میکنیم. سینان تیاری خوب دیده ما را انتظار است. بله همین طور است. با این قدر آدم با اونجا رویم بدام میافتیم. آدمانی امکم نیست با ما میروند. بسنده نیست فواد.
باید صفمان از این هم زیاد باشد که به سینان مقاومت کرده توانیم. از کجا آدم میابیم طاهر؟ از دهه‌های همسایه کمک میخواهیم. مبادا تا آمدن آنها مزارم شد. هدف سینان منم. و دیلا ضرر نمیرساند. راگرد زر با دکتر کمک بکنی. پاسبان ها مزی در میستن. تو باشی از او چشم نکن. مایلش خواطر نشم. تو دکتری؟ بله. نامت سلیمه؟ تو از کجا میدونی؟ آقای طاهر در بارت نقد کرده بودن. با او و زینب برای گریختنشان کمک کرده بودی. از یک کلمه دیگه شنوم. به همه دهه‌های همسایه روید. برای رئیسان دهه‌ها گفتگو کنید. با آنها فهمونید الدا. شما خواطر نشوید آقای دکتر. انشاءالله آدمان زیادی را با خود میاریم. انشاءالله. خیر روید. صبر میکنیم و بازگشتشان را انتظار میشویم. انشاءالله میآیند. بیهوده کوشش نکن دکتر. آنها از تشکیلات میترسند. هیچ کس نمیآید. رئیس تو چیا میگویی؟ بخیر باشد. پسرم چی شد مادر جون؟ مرا گریخت. احوال خانم بیاز بد شد. رفتیم. سینان به همه ظلم میکند. آدمان بیگناه رو به قتل میرساند. این کار سینان نابخشیدنی است. خرد و کلان نگفته همه رو نابود کرد. سینان دشمنی خلقی ماست. به دهه کرلی هجوم کرده همه رو از ده راند. برای دزدیدن داروها به دهه آبی کلان آدم فرستاد. اگر آن داروها به آنجا نرسند بیماران هلاک میشوند. آدمانی چون سینان به تشکیلات داغ میآورند. هم به ما و هم به دعوایمان داغ میآورند. نقص کردی که به من خبر دادی. سینان جنایتی بزرگ کرده است. تشکیلات جزایش را خواهد داد. سلامت باشد قماندان. تو اکنون به قرارگاه برگرد. سینان مرا میکشد. خواطر نشو، من با تویم. سینان هیچ کار کرده نمیتواند. رو نترس. خوب شد از قماندان. آدمانی چون سینان باید جزایشان رو بینند. تو را تبریک میکنم سینان. وظیفت را خوب انجام دادی. این کارت بی مکافات نمیماند. گوش کن. یکی از آدمانت با نام مرل جاسوس است. حالا به نزدت میرود. حتما جزایش را ده. پروا نکنید قماندان، جزایش را میدیم. آن دکتر را باشد مرده فکر کنید. تشکر قماندان. این مگس ها بیزار کردن. اوزون با آدمان در کجا ایستادنشان را فهماندی؟ نه کنی رفته جایتان را اشغال کنید. اکتین لبای سینان. تیردان ها و دیگر یراق ها را هم برارید. بچهش سینان. بله بیا دکتر بیا. آن محافظان ابلهت را هم گرفته بیار. همتان را همینجا نابود میکنم. گوش کن طاهر، هیچ کس نمی آید. بیهوده در اینجا وقتمان را صرف میکنیم. با این قدر آدم هیچ کار کردن نمیتوانیم. انتظار میشویم. پسرم برگشت. دخترم برگشت. نبیره هایم برگشتند. برمیگردند. همه‌شون برمیگردند. این کودک کیست پسرم؟ در باره دیلو گپ زده فراموش کردم که پرسم. پدر و مادرش رو سینان بامبه گذاشته ترکاند. پدرش پیش از جان دادن وصیت نمود که رو تنها نگذارم. اکنون چیکار میکنیم پسرم؟ تا یافت شدن عائله‌اش با ما میماند. یعنی چی خیل؟ او
پیش از مردن گفت که کودک رو 5 سال قبل از کوه یافته است. کودک آن وقت 2 ساله بوده است. خدایا توبه، تقدیرش به تو مانند بوده است. پدر و مادرش را چطور بیابی؟ او در گردنش توماری داشته است. تو چی گفتی پسرم؟ کنی اون رو به من بیار. ایباد پسرم، پسر جانم، ایبادم، ایباد، ایباد. نبیره جان شیرینم، میدونستم که روزی برمیگردی. کاری خدا رو بیل پسرم. انا دیدی؟ برگشت. دخترم هم برمیگرده دکتر. یه هم برمیگردد انشالله. انشالله. طاهر، ما میرویم. دیگر انتظار نمیشویم. نبیره جانی شیرینم. یلماز کمی دیگر صبر کن. باوری دارم که میآیم. حق بودید آقای دکتر. تشکیلات ما رو فریب میداده است. منو ببخشید مادر جان. دخترم، یعنی تو هم برگشتی؟ مثل ایباد تو هم برگشتی؟ شما چی گفتید مادر جان؟ ایباد برگشت دخترم. ببین ایباد جانم. آقای حامی، خدا به شما عقل داده است. من به شما گفته بودم که رئیسان دهه ها به گفت دکتر گوش نمی کنند. چرا دیده و دانسته سرشون رو در بلا گذارند؟ کی میآید؟ نمیآید. آقای طاهر، آقای طاهر. چی شد پسرم؟ او دفتران از نرو. آقای طاهر میآیند. یه آدمانی خودمون. آلدو چی شد؟ افسوس آقای دکتر، تنها یک چند نفر، آن هم از دهه گذشته، دیگران نخواستند. من به تو گفته بودم که دکتر رئیسان دهه ها به گفت یک دکتر گوش نمیکنند. میکنن رئیس. یک روز نه یک روز با ما باور میکنن. عینی حال آنها حق هستن البته، لیکن وقتی که آنها مبارزه بردن ما را دیدن همه‌شون با ما همراه میشوند. اکنون چیکار میکنیم طاهر؟ حالا هم انتظار میشویم؟ انتظار نمیشویم. من به شما کمک میکنم. در پس قرارگاه یک راه بینایی هست. از آنجا در آمده انبارشان رو میتر کنیم. شما رو اما مهم نیست. راست میگویی. آماده شوید. دخترم تو چی ها میگویی؟ شما دیوانه شدید مگر؟ دیوانه شده؟ سلاحم رو میدهید. گیر پسرم. انشاءالله دوستی بین من و تو تغییر نمیکند. اینا شوخی فهمیدند و سوی مرگ میروند. خبر ندارند. چند بود؟ 8 2 1
کار کرد نیستو نبود میشوید بردارید تلفنتان جناب سبا زودتر بردارید آخره این جناب سبا در خانهش نمیشنه یک دم در خانه داشینه داخل چی کار میکنم من اکنون چی کار میکنم خداوندا به آنها مدد کن. دیدی تیاری میبینند آدمانی شما رو انتظارند. طاهر برای تو میآید. آقای طاهر، اکم، آقای فؤاد همشون میآیند. اینطور باشد همشون میمیرند. ای خدا جان کاش نآیند. خیلی گفتم در پس قرارگاه یک راه پنهانی هست. از آنجا به قرارگاه در اومده انبارشون رو میتر کنیم. دقت همه به اونجا جلب میشود. اما اونو بخش مدیلا رو میگریزند. آقای دکتر از روی نقشه مرال کار میکنیم. طاهر چطور به این دختر باور میکنیم؟ مبادا سینان با ما دام گذاشته. نباید، لیکن باز هم بادی خط بودن لازم. چاره دیگر نداریم. یا اگه لوچ کرده به اونجا درایم یگان تش را زنده نمیمونم. انتقام دخترم را از اونها بگیرم. اینطور نگوید، ما اینجا برای انتقام نآمدیم. با آدمانی که تسلیم شده سلاحشان را میگذارند ضرر نمیرسانیم، زیرا آنها نیز جوانان فریب خورده این وطنند. من مرال را گرفته همراه یک گروه به قرارگاه می‌دارم. هر دوی شما دیگران را گرفته قرارگاه را احاطه کنید. هنگامی با سلاحداران زد و خور کردن شما من دیلا را میگریزانم. آقای حمید بیایید رفته آن طرف را نظر میگذارانیم. رفتیم. از دکتر یگان خبری نیست. تو فقط دکتر رو فکر میکنی. با علمت خواهین چی کار میکنی؟ چاره اون به ناموس را بد میبینیم. اول دکتر رو نابود کنیم. همه در جایهایش. بله همه در جایهایش رو آمادند و دکتر رو انتظارند. همین که آمده رو نیست میکنیم. شده تیم فهمه. رفتیم. آیستا هیچ کس نیست. قرارگاه خالی می نماید. معلوم که به ما دام گذاشتند، چون که همه در جایش. به عملیات شروع میکنیم. درکشی کلان میشود. برای همین نغزه که پینه‌ها شوید. شما همینجا ایستاده ما را حمایت کنید. مایل شما خوش رو یکم. آن دکتری مشهورت حالا هم نامد که کرد هم نیست.
با من گوش کن. گمان نکن که وقتی که دخترایت را رها میکنم تو همچنین این تشکیلات میشوی. با من نرس. نترس، و تو نمیرسم. اما دختر را کشته بعد آن برادری به ناموست را میغاویسم. به ناموس خودت هستی؟ به ناموس را میکشم. سرد را کن چطور میکنم. سینان انبار رفتیم. همه سلاحش را گیرم. زودتر باشه. زودتر باشه. این طرف سینان نیسته. پرانه پایدان را. سینان چی کار کنه؟ همه جایش را گیرم. ایتن بیا اینجا بیا. ایتن اینجا بدن درا. دیلو آقای طاهر. دیلو زود. فؤاد. آقای طاهر. آقای طاهر. شما گریزید. من شما رو حمایه میکنم. زود باشه. رفتیم. زودتر. زودتر گریزید. من شما رو محافظت میکنم. گریزید. آقای طاهر. آقای طاهر. الان در اینجا رو دیگه نگذاره. پرانه موقت کنو برام. گریزید آقای دکتر. احتیاط کنه. گریزید. طاهر. سلام بگذارم. سلاحك رفعته. التوترات اللي كانت تأثر على الشعب لازم نرجع الأزمات الطائفية، يعني العلمانيين وغير العلمانيين واليساريين واليمينيين، هذا بالإضافة لأزمة الأكراد مع الترك. هاي النعرات اللي رح تصير رح تخلينا نطلع من هالأزمة وتحسن وضعنا العام بالمنطقة. حتى يحقق الاستفتاء يلي عم نعمله ضجة إعلامية كبيرة لازم نرجع لموضوع الدعاية والإعلام ضد محبين الوطن، وما في أي مانع إذا استخدمنا معهم كل الطرق. ومثل ما بتعرفوا نحن جربنا هالخطة من زمان، بس للأسف ما كنا مسيطرين على الأمور مثل ما بدنا. سيدي أنا برأيي إنه اللي عم نمارسه ضد الوطنيين صار مكشوف، قصدي إنه اللي عم نعمله معهم عم بقلل من مصداقيتنا قدام الناس، وحتى الاستفتاء اللي ناويين إنه نعمله صار مثل اللعبة المعروفة عند الكل، وإذا عملنا هلأ استفتاء جديد فرح نكون وقعنا بنفس المطب القديم، وهذا الشيء مو لصالحنا أبداً، وخصوصاً بهي الفترة اللي عم نتعرض فيها لهجوم من جميع الأطراف. حسب تجاربنا السابقة بالبلاد الثانية، المشكلة هي مو بالشعب وإنما بطريقة تطلع الشعب إلى موضوع الدين. وإذا بتتذكروا أول ما أسسنا التنظيم كان هدفنا الأول هو استبدال الدين بنظام الاشتراكية، بس للأسف ما قدرنا نغير النظرة الإيجابية للدين حتى داخل التنظيمات اللي عملناها. وكل الحروب اللي قمنا فيها على رجال الدين كانت غالبا تفشل وتسبب لنا مشاكل كبيرة من بعدها. يعني باختصار رح قلكن موضوع الدين بالنسبة إلي صار من الأمور اللي ما عم اقدر لاقي لها حل. أهم المشاكل اللي عم نعاني منها هي الدين. ما بعرف كيف رح نقضي على الموضوع، لأنه إذا بقي هيك الوضع رح تقرب نهايتنا. إذا سمحتوا لي حضرتكم فأنا حابة أحكي شوي عن الانتخابات. حكينا من زمان بأنه من الضروري الحزب الحاكم يتعرض لخسارة كبيرة بالانتخابات، خصوصاً أنه الأزمة الاقتصادية اللي عم بتمر فيها المنطقة رح تساعدنا كتير إذا صار هالشي.
يعني إذا صار أزمة اقتصادية زائد خسارة انتخابات رح تكون النتيجة بلبلة، المستفيد الوحيد منها هو نحن. في حال ما قدرنا نجمع عدد كبير من الأصوات بأي طريقة كانت، فرح نطالب نحن وحلفائنا بإعادة الانتخابات مرة تانية، وبتوقع إنه الإعلام تبعنا رح يخدمنا بشكل كتير كبير. بتعرفوا لو منقدر ننفذ 10% بس من القرارات يلي نحن عم نفكر فيها، لكن هلأ نحن المقدمة بهالبلد ونحن المسيطرين على كل شيء. سيدي، أنا عم شوف إنه سبب خسارتنا المتتالية هو بيعنا لحلفائنا اللي عم بيوقفوا معنا، لهيك لازم نرجع علاقتنا القديمة مع حلفائنا لحتى نقدر نتغلغل بين تجمعات محبي الوطن ونقدر نصنع بيناتهم أزمات تنتشر عن طريق الإعلام العالمي. العناصر يلي كانت معنا واللي كانت عم تساعدنا من زمان صاروا هلأ مع تجمعات محبي الوطن، وصاروا هن اللي عم يستفيدوا منهم. يعني بالرغم من قوتنا الاقتصادية والإعلامية، بس هذا ما بيعني إنه نحن مو بحاجة لهيك ناس مستعدين يعملوا كل شي بدنا إياه. عموما في كتير مواضيع رح نحكي فيها، وخصوصا التعليم يلي عم تحاول الدولة إنه تنشره بهالفترة، واللي رح يكون من أهم أسباب خسارتنا. آنها کجا شدن آقای فؤاد؟ آنها از پسمون آماده ایستاده بودند. باید با آقای طاهر کمک کنیم. ایست دیلو. سلیما، سلاحات را پرتا. سلیما، تو برای تبابات یادمان خوانده ای، نه اینکه برای کشتن. باری اول به تو باور کرده بودم، برای گریختنت کمک کردم. نمیدونستم که فرمانی قتلت برآمده است، اما اکنون میدونم. تو رو به سینان میسپارم. آقای طاهر در کجایی؟ دیلو تو به نزدی اعضا برگرد. باید آقای طاهر را یابه. من او را میابم. تو به نزد بچه ها برگرد. نیست دیلو، رفت. زودتر رفت دیلو. شرف مدیا تقدیم میکند. سلیما این جنگ برادر کش جنگ بیمانی است. تو چی کار کردنت رو نمیدونی. با کی خدمت کردنت رو هم تا حال نفهمیده ای. بس کن، بسرگرد نزن. با کی خدمت کردنم رو نمیدونم. کنی راهگرد گفتم. راهگرد. سلیما تو چی کار کردی فا؟ آخر تو را پراندن میخواست طاهر. مرال در کجاست؟ او را زخمی کردن من در آنجا. رفتیم. خیز مرو سرده. سینان از دیدار تو خیلی خرسان میشود. طاهر، یلماز در کجایی؟ یلماز در کجایی؟ راگا زودتر.
دیلادر کجاست پسرم؟ یا اینکه متاسفانه او رو رها کردن نتوانستیم مادر جان. در دست سینان ما. دخترم مادر جان و شما چی شد؟ مادر جان خیلی قربان تو شوم. اپا جون به خود بیایید آرام شوید. خیزید به درون دارید. دخترتون برگشتن سیاحت میشود. بیایید به درون دارید. خیزید التماس مادر رو نجات دهید آقای دکتر. آخر من نه مادر خدا رو یافتم. گریه نکنیم گریه نکنیم. انشالله مادر صحت میشود. تو تنها دعا کن. دعا کن فهمو؟ فقط دعا کن. زیغ نشو پسرم گریه نکن. سینان وقتهای آخر رفتارت به ما اونقدر معقول نیست. با تو چی شد؟ آخر در همه جا تو را پلنگ کوسار میگفتند. چه خیر شد که قرارگاهی تو را تارو مار کردند؟ کمش مانده است قماندان. باز همش مثل پیشتره میگردد. اگر آن دختر را از بین بردارم در منطقه دیگر کسی به من زید نمیبراید. زودتر سینان هرچه زودتر این کار را حل کن. ستارت خاموش شده ایستاده است. خیر میلش پیشوایمان می آید. باید او را خوب پیشواز گیریم. باید او را چنان پیشواز گیریم که به شأن و شرف مبارکشان ارزنده باشد. برای همین یک دختر لازم. یگان دختر زیبا و موافق. باید به طبع پیشوایمان موافق آید. زود پیدا کنید. البته قماندان خوب شده است. آخر جانمان فدای پیشوایمان. همینطور نه؟ یگان امر دیگری نیست؟ نیست رو. دکتر باز مرا شرمنده کردی. چرا غیبت میکنی ایتن؟ به اینجا بیا. ایتن در بین دختران گروه همان یگان دختری خوشروی هست. باور کن در اینجا یگان دختری زیبای ارزنده ای نیست. چی کار میکنی سینان؟ وای میدونی قماندان خواهش کرد. به فکرم برای پیشوایمان دختر را برای پیشوایمان بخشیدن میخواهد. وای میدونی چرا اینقدر سوال میدی؟ خودت اون طرفش رو میدانی. وای 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 وای. بیا 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 بیا. کرا میبینم باور کن ما را ترک کرده ای. گفته خیلی زیغ شدم. بله زیغ شدم. چی شد؟ کنی او را گرفته به نقطه تیبی برید. گیر سلا را گیر. بیا 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 برای چیکم. البته مثل آهو برای. بیا 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 آلیهای من. آلیهای من. آلیهای من. بیا بیا ایتن بیا بیا. یافتیم دختر را یافتیم ایتن. برای پیشوایمون خیلی موافق است. شما چی ها میگوید؟ مرا سر دهید. کنی ایستا. ایستا تو را با پیشوایمون میبخشیم. مال او میشوی ها؟ آلیهای ما میشوی. مرا سر دهید. التماس سر دهید. نادانه که من التماس نکن. این قرار ماست. با دکتر چی میگوییم؟ دکتر از کجا میفهمد که همشیره در دست ما نیست؟ البته بداممان میافتد ایتن. کنی راه گرد. بیا 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 ناز نکن. ناز نکن. کنی یک طرف بیست حیوان.
جراحی کردن لازم. باید یک نفرتان به من کمک کند. من کمک میکنم. شما در بیرون انتظار شوید. این رو دار. مایلش. معلمیش کم بود که باز دکتر شد. چی میگویی کیزبان؟ پدر، دکتر و محافظون به دیه برگشتند. چی؟ برگشتند؟ زخمی ها زیاده؟ ها، مرا گفتن این دکتر بود کو رو زخمی کردند. باز یک دختری سلاحدار بود کو آن همون دختر رو. بیا بس کن. آن همون دختر رو پدر سلاحدار. دیلار رو نجات داده توانستن؟ نه، یارو خلاص کردن توانستن. من گفته بودم که نمیتوانید، اما کسی به من گوش نکرد. همین در رو زود محکم کنو از پس من کن. رفته اومدم پدر اومدم. مرحمت قماندان، مرحمت قماندان. انا همین دختر کنی خیز با پیشوای ما لایق نباشد هم یک بلا میکنیم. این دختر میشود، او را آماده کنید. خوب شده از قماندان با چشم. ایتن لبای سینام تا آمدن پیشوایمان او را آماده کنم. خوب شده از سینام. شما چی کار میکنید؟ در باره کدام پیشوا گپ میزنید؟ من نمیفهمم. برای چی میترسی؟ پری پرنده خوشبختی به بالایت افتیده. زنی آدمی بزرگترین، زنی پیشوایمان میشوی. تو عالی همه شوی. خدایا به من کمک کن. یعنی با دو دست ادب دختر رو با آنها بخشیده آمدید. آفرین به شما، آفرین. ای رئیس، آخه چی کار میکردیم؟ هممون میمردیم. این دکتر با یک سلاحدار باور کرده دیلار رو در آنجا میماند. شما باشید همین خیل نگاه کرده میشینید. تو چی ها میگویی رئیس؟ مگر این کار رو بازی خیال کردی؟ گوش کن زیلال، من نمیدونم تو چی ها میگویی، اما خودت فکر کن سینان با دیلا چی کار میکند. خدایا توبه. فکر کنید. چیکار میکنیم یلمز؟ همینطور انتظار میشویم؟ نمیدانم فهد. هرگاهی که در دستی آنها بودن دیلا به یادم میرسد دیوانه میشوم. اون دختری در قرارگاه بالا بوده رو با قتل رساندم. با او دست نرساندم. دختر رو باشم با بهونه آنکه دغلی میکند کشتم. این چی غوغاست؟ نخود امروز در اینجا میموندن. بوشش کن تفتیش میکرده. صف کشید. خوب شد. دقیقه به این طرف. با فکرم پیشوا اومد. همین مسئله حل شود زودتر از پس کارهای خودمان میشویم. این چه احوال است؟ خارزار شدیم. چقدر در اینجا ماندنمان هنوز عمیق نیست. باید قرارگاهی نو یابیم، اما این قماندان ها در این باره چیزی نمیگویند. دقیقه این باتون قماندان نیست مگر؟ او در اینجا چی کار میکند؟ آخر او برادری پیشوایمان است، با اکش آمده است. ماده ترکنده. خوش آمدید باتن قماندان، خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید قماندان. تشکر ایتن. باتن قماندان،
یگان واقعه شده است. آخر شما به یگان سبب به این جاها نمی آید؟ نه، با یگان جا نرفتم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ چرا در قرارگاهت نیستی؟ به ما هجوم کردن، همه امان را تار و مار کردن، برای همین در این جاییم. در آخر قرارگاهت را هم از دست دادی ها؟ کنی ببینیم کاری تو چی نتیجه میدهد. خیر مایلش، من باید یلدوز را یابم. او در کجاست؟ انا اکنون مردیم. برای یلدوز ما را میکشد. برای چی؟ مگر یلدوز مشوقش میشود؟ نه، بلکه او به یلدوز عاشق است. کایها به یلدوز خانه دار میشد، اما یلدوز او را رد کرد. سنان لبای قماندان، گوش میکنم. پیشوایمان خوراکشان را خوردن، او را آماده. خوب شده است قماندان، خوب شده. تمام. ایتن اینجا بیا. لبای سینان کنی زودتر او را بیار. بیا رفتیم. پیشوایمان آمده است. تو را آماده کردن لازم. او را انتظار کردن خوب نیست. نه، نمیخواهم. نه، خواطر نشو. هیچ جایی ترسیدن نیست. من هم از این امتحان گذشتم. این اصلا یک نمود عبادت است. به نزد پیشوایمان راهبرمان میروی دختر، میفهمی؟ او تو را عالیه ایمان میکند. از این شرفی بزرگ هست مگر؟ همه چیز را به پیشی پایت میریزد. دست نارسی همگان میشوی. کنی راهگر چه ترسیده؟ ایتن کنی او را برد آماده کنید. سینان لبه باتن قماندان. یلدوز در کجاست؟ یلدوز را اسیر گرفته بردند. تو چی ها میگویی ابله؟ چی طور بردند؟ او را به کجا بردند؟ استید به غضب نباید، کمی آرام شوید. جایشان را میدانم. دکتر آبی کلان با محافظان دهه او را گرفته بردند. خداوندا دخترکم در پناهت نگاه دار. خداوندا تو بزرگی خداوندا دخترکم در پناهت نگاه دار. مادرم نجوده. اما کمک مادرم شده. خدا جان میکنم. مادرم نجوده. جا میکنم خدا جان. خوش خبر خاله جان، دخترتان را نجات دادیم. مادر جان، خدا دعای ما رو قبول کرد. صحت شده. احوالشان چه خیلی است پسرم؟ خوب است مادر، هر دویشون هم خوب. شکر خدا. گوش کن برادر، مادامی که جای قرارگاهشان را دانید چرا ایستاده اید؟ دکتر به شما چی لازم؟ بینه معلوم است فکری او در دیگر جا است. برای او زنده یا مرده بودن دیلا فرق نداره. چرا این طور میگوید رئیس؟ برای خودتان او را سردار انتخاب کردید، اما او باشد در درون با سلاحدار مشغول است. دیلایی بیچاره باشد در دست آن ظالم هاست. کی میداند با او چی میشود؟ بس کنید رئیس. خیلی میلش قبل نمیزنم. وایلا قبل نمیشود. همراه مراد به دهه قرالی رفته. رئیس دهه آقای عریف را یابه. داماد دخترش رو ببینه. بچه‌شم آقای طاهر. رفتیم. طاهر، آخر دیلا در دست سینان است. تو باشه آدمانت را برای یک سلاحدار میفرستی. یلوم از بس کن. حاضر کاری کردن نمیتوانیم. اول کمی به خود بیاییم، بعدا یک جا نشسته فکر میکنیم که چیکار باید کرد. گوش کن طاهر، اگر دیلا برای تو ذره قدر نداشته باشد، برای ما قدر دارد. ما با یلماز نقشه کشیدیم طاهر. دیلا رو با دختری در درون بوده عوض میکنیم. دختری در درون بوده سلاحدار هم باشد انسان است. او را با این احوال فرستادن برابری به مرگ فرستادن است. غیر از این ما نمیدونیم که او برفتن راضی هست یا نه.
دیلا در دست آن نامرد هاست. میفهمی طاهر؟ گوش کن یلماس، دیلا برای من هم مثل خواهرم است، اما این طور رفتار کردن نمیتوانه. پس من را به حالم گذار، مانع نشو. من خودم یگان راهی رها کردن دیلا را مییابم. یلماس، فواد با یلماس فهمم باز یگان به عقلی نکنم. من هم با یلماس هم فکرم. راگرد تو را میشویند. باید به پیشوایمان سزاوار شوی. همین که تو را تازه و آراسته کردن به نزد پیشوایمان میرویم. التماس مرا رها کنید. حاجت به ضیق شدن و گریه کردن نیست. تو میدونی در اینجا برای این شرف را به دست آوردن چند دختر حاضر است جانش را دهند. حالا باشد با آدابانه شستشوی کرده با راحت باش. کنی زودتر، پیشوایمان طاقت انتظار شدن را ندارد. طاهر یلماس در کجا؟ شرف مدیا تقدیم میکند.